سلام دایی جان. بله برو. خوبی خیریت؟ خوبی سلامتی. تیاره هسته؟ شکر. شما از این منطقه؟ بله. مر بشناخته؟ نه برو شما چی بشناسون؟ شما کی هستی؟ من کاکا جان به این منطقه نو به ششتنی آمدم. خب؟ بله. حال مرا از این بعد بشناسین. ما به داخل از این منطقه برات یک نفر میگردم که کماری هم بستیه پیناکی هم بستیه. شما مو شخص رو میشناسین میگم آدم چاقیه. خوب شما برات گیلک دیونه میگشتی چی باستیم عجیب؟ یعنی گیلک دیونه به داخل این منطقه زندگی میکنه؟ بله. دعا کو که دستم به بالی از این بالا نشه. خوب؟ چری؟ ایتا گولی به او داده که یک دفعه چشمه به تا چشمه از این بفته که باز ما خودی از این کار دارم. باز میگم که جبار کینه. او چه کار کرده سادی خدای مایمون بزنی؟ یعنی می بفهمی که چه کار کرده چی گولی به او داده؟ آدگه او به طرف خشوم چشمک زده درو خشوم مسته بره به دکون خرید کنه. او به جلو روی خورده به طرف چشمک زده. این معامله کلونیه. به هر جا شده او پیدا کردم باز من خودی رو گب میزنم. ماما جا چرا میخندی؟ پیار خوبه گردو برار خوبه گردو او خوشی شما مالا بگو مکده تاره امالی خوشی شما مدار گیلاکه او گیلیک دیونی که برا خوراسته نمیره با او که چشمک یاد داره بزنه. یعنی چی؟ فکر میکنی خوشوم دروغ میگه؟ ها؟ آدگه او دیونی خدایه با امی کاری بمونده بوده به طرف خوشی شما چشمک زنه. این از کجا پیدا کنم من؟ یعنی گمون نکنه به طرف خوشی شما چشمک زده باشه. بازم هم هر کاری به حق بیچاره میکنه برو هر کاری میکنه طرف ما آزادی داده حرکت ده. تو چی کاری که برای من دستور میدی که بریم بزنیم یا نزنیم؟ همین تو هم تا گوش تو بزنم که به تو 4 من لاغ زنی. خالی به خاطر خوشو عجونه. خاله تو؟ بله. خوشو گیلکه؟ بله. یعنی گیلک زن داره؟ بله. زن داره که به طرف مردم چشمک میزنه ها؟ چرا یک دست ها حق میکشی؟ پس تو از قومی از اونی؟ کمک صدا خو استتا ولا کشی مردم خواه. خودی تو فکر نکنم به گپ زدن به جای برسم. بیا برو خواه بکش برو. بیا برو. نمیرو. این شیکو تو چیزی حساب خواهده است داده می تحقیق میکشه مردم همه صبح اخواه بیدار شده. بیا برویم از این ولایت ما تو آستا برو سر به روان آستا برو. چرا گیلا؟ شدنی جان جده خوبی سلامتی؟ شکر. چرا گیلا هیتا میکنی؟ چی؟ هیتا میکنی چشمک میزنی؟ کجا چشمک میزنم؟ چشمک میزنی اون مرتقه پس دروغ نمیگه به طرف خوشوم چشمک زده. بعدی خوشو کی به چشمک زدم؟ امو همسایی که نمی آمده. چی میفهم همسای من نی آمده کی نه؟ بزو قللیه بابا این چشمم شغال دیروی رفته به تا چشمم براتون بدم باق یک دفعه شغال باق بیریش دیروی رو به داخل چشمه انا منجگاه جا گرفته نمیشه بیریشه. تو خوب گوش کن شغال امو در خورده بره به تا چیش تو البته تا چیشا تو شغال میره خودگه گیلا نکو میزنم تو آخر دست پاتو میشکنم خاطره میته. کی دست پا میشکنه پیاتو؟ مردم. چله مردم؟ امو همسای جدیده کوچه به کوچه برات تو میگرده. نه بابا میگه به طرف خوشوم چشمک میزدی. همون زنکاکی که به تا چادر بوده. نه اما چشمک زدی. نه خود چشمم همیتم را میره. تو سیکو تو خاطر تو من ماستو مرتکه سر خوبالا کنو بزنم به تاجی.
خب تو سعی کتو خود کله گنده خوچی میگل با مرتکه قویته گیردیه که تور بزنی بتا جیو پستاتون میکنه زلو. خب برو تو دیگه. از خدا هم تو مرتکه پیدا کنه تو فرش زمین میکنه. خوبه هر وقت با فرش زمین کتور میگم بیا کمکی. بلیا نمیایی؟ تو با من تا گفتی من باید کمکی تو میام. نمیایی 30 روپیه. من با تو پول میدم تو حالی با من پول میدی. حال دارم پول 30 روپیه. بلیا سلام علیکم. لالا جان یک دقیقه بخشش باشه برورم. خیلی سلامت. خیلیته. شکر. شما میدی کنده تا معلم دیگه درست؟ بله بفرمایید. چی رقم بگم لالا برای شما؟ همین خوشی اومد پری روز بیاماده با همین دکون شما که سودا بستانه. خب همین یک بچگاه که به طرف چشمک زده خوشم گفته اگه اون شخص هم کماری بستی هم پیناکیو یعنی کار خوبیه به نظر شما. ما و شما هم حق همسایه. من امروز میگه فلانی خور مادر داری میگه نه من همسایه دارم. وقتی امروز خوشم بدر شده مشت پیرزالی به طرف چشمک بزنه پس سبا که خانم و همشیری بکو بیخی بدر شده نمیتونم. به نظر شما کار خوبیه؟ به تا کن چشمک زده. نه دکون شما خوشی متع شده بوده سودا استونده او بچگاه به جلو روی خورده. همون نشونی که شما میدین براره میگین پیناک و کمر بسته همون گیلگیونه تعده مانه. او چشمای مشکل داره عمال 2 دقیقه به پیش شما استاده باشه 100 دفعه به طرف شما چشمک میزنه. بزو فرق هم نمیکنه زن و مرد نداره او چشم میموتا مشکل داره. این چی رقمه؟ هم چشما عزیبم تا چشا خوشوم افتادی چشای مشکل پیدا کرد. ها؟ برار جو شما هم همسایه مانیم او هم همسایه مانه. او گیلگیونه تعده مانه. اصلا نمی خوشی شما که 14 سالی نیه که به طرفی چشمک زده. بازی به شما من اول بگفتم که چشمی و مشکل داره. شما رد می گپ پر بگرفتیم یله نمیدین که اکثره به طرف خوشوم چشمک زده چکار کرده فلان کرده. دیونا به دستم بفته کم دیونا رو هوشیار میکنم. بفهمیدی؟ این کار شوخی نیه کاکا. سکو براره ما اگه تو 4 روز میشه به تعزیده محمدی کله شخی و اینا فایده نداره. تمام میدی دادی و برتر گیلگیونه مار میشناسم. او به تا هر خونه و سرای که بره او آزاده. او اصلا ساده پتانیه بزی قصی ازی گپانیه. باز او از خود زن و خونه داره. چی؟ زن و خونه داره. خوب زنم داره پس این کار بدتره. بفهمیدی؟ میل دادنی نیو او باید پیدا کنم. بفهمیدی لالا اصلا خوشو تو آدم لالا چند ساله؟ خوشوم 63 64 خوبه دیگه بیخی 14 سالیه. کی میفهمه کسی که به زیر چادر بغره باشه او 22 سالیه 20 سالیه یا 40 سالیه یا 50 سالیه. لالا جو من چی به تو میگم انگاری پیاز رزه میکنم فایده نداره جربس کردن هر کاری داری برو بکو خودیو. 4 روز میشه لالا بیامدی به تعطیل ما خوشی 65 ساله تو 7 ساعت دیوار رد از بگیریم دیگه چه چیز یک 3 نفر دیگه هم مثل تو پشت خیلی بکنم صبح با کوام بالا خواه شد. والله اگه این تو باشه تو دیگه به تعزیدی گذاری تو نمیشه. چاری نشه سرا گیرو کردم. چشمان سیاه داره یار جان نگاهی آشنایی داره یار جان. چیه؟ بله خودتونی؟ بله یا خود منم گیلک ولد مدرمه اقلی ما انا زیر درخت سخته سلامونه 330 تا مرغین و خرگوش و مرغ مرده دارم. خب پس خودتونی. خب خود معرفی کردی برای من. بله یا واقعیت خوشم اومد از این کار تو. زنده باشی. پس تو بودی به طرف خوشم چشمک زدی ها؟ بله یا چی گفته به طرف خوشم تو چشمک زدی؟ ما چشمم میتونم دور میزنه برده خوشی شما بیده شما به در کی بیده دور زده. ما کی چشمک زدم من از خود یک زنی دارم. ایتونه خوب به داخل از این منطقه تو هر کاری کردی کسی نبوده که جلو تور بگیره. بله. اما امروز جبار جلو تور میگیره. امروز من چشات رو تک و سخونی سر تو به در میکنم. گیلک بفهمیدی؟ و زن کلونی اشته تو به طرفی چشمک زدی ها؟ برار جو عزیز دل من
ما به طرف عالم آدم چشمک میزنم چین چشم من شغال رفته چشم من امیتنه بمانده با تا چشم تو خوشه رفته یا شغل رفته؟ شغال گوش کش که امروز ما تورتیار میکنم. کی نبزی کوچه به دادتو برسه؟ ها؟ کی نبزی کوچه دادتو برسه؟ بگو بفهمیدی؟ بله یا چشم تو امروز ما تیار میکنم. برار من نیم بفهمیدی؟ صاحب چه کاره؟ چی گپ؟ بزنه مرتکه کیه ای با خاطر چی شما میزنه؟ از این منطقه میگه ای بله. بطر. شما از این منطقه بله یا به خاطر شریشت بپرسم از شما. بله از این منطقه شما از کجا این برو؟ ما از این منطقه نه به بیشتنی اشتنه که آمدم. ما شما تال ندیدیم. ما تقریبا یک هفته میشه اومدم لالا این منطقه. خیلیت هست این میگه بگم به طرف خشوم چشمک زدی من میگم به طرف چشم من شغال رفته من میتونم پری روز می خوشم بیا اومده به دکون خرید کنه. همین آدم از خجالت از این قد تا خونه کشیده به طرف چشمک زده. یعنی اگه به طرف کسی فامیل شما چشمک زنه خودی چی کار میکنی؟ برار خوبه گردم شما از همین قد قیافه خجالت بکشین که خودی همین آدم ساده گرفتین خور این آدم سادیه این اعمال به داخل همین قلعه به داخل هر سالای ما رفته رو داره هیچ کس از این روی پوشی نداره شما میگین به طرف خشوم چشمک زده این به چشمک چی میفهمه اشته چی میفهمی؟ نگاه کو سکو برار جو قول مقال نکو گوش کش ما به تو چی میگم این آدم به شما گفتم سادیه این دایم وقت این ازم آرام مادر چشم زی میتنه نه راست میگه دیگه این میگه راست میگه باز این آدم بیگانه نیه این من میشناسم این دومات خوار منه این که خودی هر کس که گپ بزنه از این میتنه ببخش لالا جگر ما اولا فکر دیگه به سر خورد یک فکر منفی خورد ما گفتم خدا میدونه اشتهاده بیده ولی گیلک جمر ببخش خوبه خیر بینی کجا میرفتی؟ چی؟ کجا میری؟ به غله بزو غله خب چای خوردن نمیریم لالا خود ما زنده باشه لالا جگر بریم خدا حافظ فعلا خیر بینین که من آگاه ساخته وای بیچاره مشکل داشته تو هم برات گپ میگیری